بعد اینکه داشتم میگفتم ببین شما از امروز دارین ویدیوی منو میبینین، ولی بیاین دیروز رو نگاه کنید. یک شنبه صبح 2 تا کلاس داشتم پشت سر هم، هر دو عمومی. این کلاس اولمه و اینم کلاس دوممه. کلاس اولم زبان بود، کلاس دومم ادبیات بود. کلاس زبان رو دوست دارم ولی ادبیات خیلی برام آزاردهنده است. بعدم که کسایی که پت دارن میدونن که حتما باید ببرینشون یه تایمی از روز پیاده روی، به خاطر اینکه انرژیشون تخلیه بشه. منم میبرمشون لب ساحل. با اومدن سرما باعث شده که بچه‌ها توی هوای آزاد دیگه بازی نکنن، بیشتر برن سالن بگیرن. خب ما هم گاهی وقتا باشون میریم و کلا خیلی جوش باحال، محیطش باحال، خوش میگذره. با اینکه حال روحیم افتضاحه ولی مشتری عکاسی دارم و نمیتونم بپیچونمش چون بیانش هم داره. پس با هم بیایم بریم عکاسی کنیم. اول کجا به نظره؟ تو جنگل. عکاسی توی جنگل یکی از مورد علاقه منه، به خاطر نور خوبش، فضای بازش، فضای آزادش، و کلا سوژه ها بوکه میشه، پشتش تار میشه، اصلا کلا خیلی قشنگه و من خیلی حال میکنم. البته خوش گذشتن خیلی بستگی داره به مشتریم و اون آدمی که باهاش دارم عکاسی میکنم. اگه یه آدم پرذوق و خوب و خوشخنده و خوشرو باشه خیلی بیشتر عشق میکنم تا یکی که همش اینطوری باشه که عکس منو بگیر، عکس منو بگیر که فقط برم، میدونی، چون بعضیا فقط میان که برن. مامان اینجا وایساد گفت پرتقال بکنی. بچه یه قانونی هست میگن که اگه از دیوار اومده باشه بیرون میوه عیبی نداره رهگذر رو بکنه، اصلا مال صابخونه نیست، مال رهگذر. ولی اگه داخل دیوار باشه مال صابخونه است. الان ما کار اشتباهی داریم نمی کنیم. خلاصه خواستم بهتون بگم. بچه هم رو پامه. خب کنده برا پرتقاله. خب اصلا رسیدن؟ آره نگاش کن چه خوشگله، خیسم از بارون خورده. بعد این جنگل که من برای شما ویدیو بگیرم، با هم درس بخونیم، بازی کنیم، ولی شروع کرد هوا به بارونی شدن و من اشتباه کردم که سرچ نکردم که امروز بارونیه یا نه و سرچ نکردم امروز بارونیه یا نه و دقیقا همین امروز داره یک جوری بارون میاد. اگه بخوایم وارد جنگل بشیم بعد از اینجا بریم داخل، ولی انقدر گله که ترجیح دادیم که نریم، چون من با دمپایی اومدم. مامان داره از این منظره ویدیو میگیره. یه سگی اونجاه داره به سگای من خیلی بد نگاه میکنه. یعنی شما اگه سگ داشته باشین باید همیشه حواستون باشه که یه سگ دیگه به سگ شما بد نگاه نکنه. آخه اون سگ هم داره میاد. برو به خاطر اون سگه مجبور شدیم بشیم تو ماشین. یه شبیه الان میخوایم یه سفره بچینیم، بعد مامان دنبال برگ میگرده تو مسیر جنگل. الان یه برگی دیدیم خوشگل بود میخوایم ببازیم. روی میز خیلی خوشگل میشه. خیلی خوبه، خوشگله خیلی. نه دیگه یکی کافی نیست، اون خرابه اصلا ماما. شاید بدن. یه دونه کوچولو لازم نیست بکنی؟ چی؟ کوچولو، یه کوچولو تر. خب از حالا خوش میشه باش. ما برگشتیم خونه و الان میخوام بچه ها رو که کثیف مسیفن
کثیف شدم ببرم همون. نکن چرا کثیفه. بافتم. اول باید جاشون رو تمیز کنم چون که یه سینی ادرار گرفتم براشون، ببخشید سینی پی. بعد الان پر شده و کثیفه، برای همین اول باید لباسامو عوض کنم. کار مارکوپولو کثیف شده. اول لباسامو عوض کنم، لباسامو بشورم و اینکه برم سینی رو تمیز کنم. بعد برم چیکار کردم؟ به رمی هم غذا دادم. من اون غذا میخوره. اون بالا گذاشتمش به خاطر اینکه بچه‌ها میرن غذاشون میگیرن میخورن. نهار آبگوشت. خب خیلی این دیزیه. نه دیزیه بگی. صحنه زیبایی چرا نیست؟ Kick.